لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. در این روزها روزهای حج است، روزهای لبیک، روزهای ذکر الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بهترین ذکری که من و پیامبران قبل از من در این روز کردیم ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر می باشد. معنای این کلمات این است که هیچ معبودی بر حق جز الله سبحانه و تعالی نیست که او یگانه است و هیچ شریکی ندارد. پادشاهی و همه حمد و ستایش ویژه اوست و او بر هر چیزی تواناست. روزهای حج روزهای ذکر است، روزهای عبادت است. در روز عرفه همه مؤمنین و مسلمانان در میدان عرفات جمع می شوند و همه این دعا را می کنند که تلقین توحید و یکتاپرستی برای بشریت است. زیرا الله متعال می فرماید که ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق و هم یعلمون. غیر از الله سبحانه و تعالی کسانی که شما آنها را میخوانید اونها اختیار شفاعت را ندارند مگر کسانی که به حق و توحید گواهی داده باشند، در حالی که حقیقت گواهیشان را میدانند. در میدان عرفات و در ایام حج ذکری که مسلمانان بر زبان دارند ذکر لا اله الا الله است. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. همه مناسک حج، اعمال حج و اذکار حج تلقین توحید و یکتاپرستی برای مسلمانان است. حتی وقتی که ما در روز نحر، در روز قربانی، در روز اول عید می‌خواهیم حیوانی را، گوسفندی را، گاوی را برای الله سبحانه و تعالی قربانی بکنیم، چه در سرزمین حرمین باشیم در هنگام حج و چه در کشورهای خودمان در هر گوشه دنیا، این عبادت بزرگ هم یکی از علائم و درس‌های توحید و یکتاپرستی است. نحر و قربانی کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه اعمال من، نماز من، حج من، قربانی من برای الله سبحانه و تعالی است، بلکه زندگی و مرگ من برای الله سبحانه و تعالی است. الله متعال می‌فرماید که فصلی لربک وانحر، برای الله سبحانه و تعالی نماز بخوانید و برای الله سبحانه و تعالی قربانی کنید. قربانی یک عبادت بزرگ است. قربانی رو فقط برای الله سبحانه و تعالی باید انجام داد. قربانی رو فقط برای کسی انجام داد که جان ما و همه موجودات و همه زنده ها به دست اوست. همه حیوانات، همه موجوداتی که در زمین و در گوشه گوشه این کائنات زندگی می کنند مخلوق الله سبحانه و تعالی هستند. و ریختن خون حیوانی غیر از این که برای حق باشد، برای قربانی باشد، به خاطر الله باشد و با ذکر نام الله سبحانه و تعالی باشد جایز نیست. قربانی کردن برای یک انسان عالمی، برای زیارتی، برای قبری، برای رئیس جمهوری، برای عروس و داماد، برای هر انسان دیگری که کسی قربانی بکند و در جلوی پای او حیوانی را ذبح بکند، ولو اینکه بسم الله بگوید، ولو اینکه الله اکبر بگوید، چون این قربانی را به خاطر تعظیم و به خاطر ارج نهادن به این انسان انجام داده است، این یک عمل ناشایسته و شرک است و در دین مبین اسلام جایز نمی باشد. قربانی کردن فقط و فقط برای الله سبحانه و تعالی است. غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ موجود دیگری شایسته این نیست که ما برای او قربانی بکنیم. و این قربانی کردن الله سبحانه و تعالی نه به گوشتش نیاز داره، نه به پوستش نیاز داره، نه این قربانی به الله سبحانه و تعالی میرسد.
تنها چیزی که به الله سبحانه و تعالی میرسد ایمان شماست، توحید شماست، تقوای شماست، پرهیزگاری شماست. در سوره حج الله سبحانه و تعالی میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. میگه این قربانی که شما میکنید، گوشتش، خونش، اینا برای الله نمیرسه. آنچه که به الله میرسه، آنچه که در نزد الله سبحانه و تعالی معیار هست، توحید است، تقواست، پرهیزگاری است که این نکته را باید مسلمانان در نظر داشته باشند که وقتی که قربانی فقط برای الله سبحانه و تعالی است، برای هیچ بشری ولو این که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشد قربانی کردن جایز نیست. ما در تاریخ سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه هم نداریم که پیامبر از مکه به مدینه رفته باشند، صحابه در جلوی پای ایشان گوسفندی را ذبح کرده باشند، یا از سفری برگشته باشند مسلمان ها در جلوی پای ایشان گوسفندی را ذبح کرده باشند. اما متاسفانه این عبادت توحیدی امروز به یک عمل شرکی در کشورهای اسلامی تبدیل شده که در پیش پای رئیس جمهور و پادشاه و فلان و علان و عالم و نمیدونم شیخ و پیر و اینها گوسفند میکشن. این شرک است، این عین شرک و بت پرستی است که باید جوامع اسلامی از این عمل دوری بکنن. چرا؟ چون امر صریح الله سبحانه و تعالی است، فصلی لربک وانحر، فقط برای پروردگارت، برای الله متعال نماز بخوان و فقط برای او قربانی کن. باید مسلمانان از این عمل ناشایست که قربانی رو برای غیر الله سبحانه و تعالی انجام میدهند دوری بکنند. در حدیثی که از سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت است با سند صحیح، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مردی با یک مگس داخل بهشت گردید و دیگری با یک مگس وارد دوزخ شد. مردم تعجب کردند، گفتند یا رسول الله چگونه ممکن است؟ میگن در امتهای پیش دو مردی در کنار یک قبیله میگذشتن، بت پرست بودن اون قبیله، بتی داشتن که هر کس از اونجا عبور میکرد باید یک چیزی به این بت قربانی بکنه. یکی از اینها وقتی که در اونجا گذشت گفتن که قربانی بکن. گفت که ببین من موحد هستم، غیر از به الله به کسی دیگه قربانی نمی کنم. این رو کشتن، شهید شد، داخل بهشت شد. رفیقش ترسید، گفت که والله چی رو قربانی بکنم؟ و هر موجودی و مثلا یک مگس رو بکنم میشه؟ گفتن آره میشه. این مگسی رو گرفت و سرشو کند، گفت این قربانی. رهاش کردن. با این عملش مشرک شد و وارد جهنم گردید. شرک خیلی موضوع اساسی است که مسلمان ها باید این رو در نظر بگیرند، خاصتا در نظر کردن و در قربانی کردن. خیلی مهم است که باید طبق عقیده اسلامی و فقط برای الله سبحانه و تعالی این عمل رو انجام بدن. و همچنین از موضوعات مهمی که در حج ما باید بر او تاکید بکنیم قضیه دعاست. الله سبحانه و تعالی چه برای حجاج بیت الله الحرام، چه برای کسانی که به سرزمین مقدس مشرف نشدند، امر می کند که پروردگارتان را در دعا بخوانید با تضرع، با زاری. ادعو ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را با زاری و پنهانی بخوانید. انه لا یحب المعتدین، الله سبحانه و تعالی از حد گذرندگان را دوست ندارد. ولا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. بعد اصلاحها، بعد از اینکه اصلاح شد. وادعوه خوفا و طمعا، و از الله سبحانه و تعالی با بیم و امید بخواهید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، که رحمت الله سبحانه و تعالی به نیکوکاران نزدیک است. همچنین الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر در سوره غافر می‌فرماید که هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین والحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی زنده است، همیشه زنده است، نیست معبودی لایق عبادت غیر از او.
او را بخوانید با اخلاص و دین الله سبحانه و تعالی را با اخلاص پیروی بکنید و تنها ثنا و ستایش ویژه پروردگار جهانیان است. همه این آیات و همه این روایات میخواهد برای ما بگوید که در دعا فقط الله را بخوانید، خاصتا در این روزها و مواسمی که مواسم توحیدی است، مواسمی است که شعار آن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، شعار دوری از شرک است. در این ایام و در این مناسبت ها و در طول زندگی انسان باید فقط و فقط از الله سبحانه و تعالی بخواهد و غیر از الله سبحانه و تعالی را ولو به اندازه ذره‌ای هم آنها مالک نیستند. پس چرا ما از آنها چیزهایی رو بخواهیم که آنها مالکش نیستند، صاحب اختیارش نیستند؟ الله متعال در سوره بقره آیه 186 می‌فرماید که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر که بندگان در مورد من از تو بپرسند، من نزدیکم، دعای دعا کننده را میشنوم. فلیستجیبوا لی، پس مرا اجابت کنند، ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، اگر که میخواهند راهیاب شوند. الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اگر بندگانم در مورد من میپرسند که من کجا هستم، چطور از من بخواهند و چگونه مرا عبادت بکنم، نمیگد که بگو، مستقیم ما را مخاطب قرار میداد که اینی قریب، من به شما نزدیکم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شارگ گردن به بندگانمان نزدیکتریم. و همچنین در سوره غافر میفرماید که و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و الله سبحانه و تعالی میفرماید که مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. یعنی غیر از الله سبحانه و تعالی کسی را نخوانید، غیر از الله سبحانه و تعالی چیزی را نخوانید، غیر از الله سبحانه و تعالی به هیچ کس امیدی نداشته باشید. امید ما، دادرس ما، ولی ما، صاحب اختیار ما، خالق ما و رازق ما و ذاتی که همه اختیارات در گرو قدرت اوست، الله سبحانه و تعالی است. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دعای روز عرفه است، این شعار روز عرفه است که نیست هیچ پروردگاری که لایق عبادت باشد مگر الله یکتا که شریکی ندارد، پادشاهی و قدرت و صاحب اختیار اوست، برای اوست، ویژه اوست حمد و ثنا و ستایش و او بر هر چیزی قادر و تواناست. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دعایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من و همه پیامبران بهترین و افضلترین دعایی رو که در روز عرفه میخواندیم این دعا بود. این دعایی است که انسان به وسیله آن تجدید پیمان میکند با پروردگار متعال که تویی پروردگار یکتای من، تویی خالق من، تویی رازق من، تویی که صاحب همه اختیارات و ملکوت آسمان ها و زمین هستی. غیر از تو از کسی دیگر نمیخواهم، زیرا میدانم که غیر تو قدرت و توانایی در مقابل تو ندارد. اخلاص در دعا یکی از درس های مهمی است که در حج الله سبحانه و تعالی به ما تذکر میداد و در این مدرسه توحیدی به ما یک بار دیگر میگوید که شعارتان در زندگی باید این باشد که ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر روز ما در زندگی خود، هر روز در نمازهای خود، در هر رکعت این دعا رو تکرار میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیرا میدانیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. در دعا کسی غیر از الله سبحانه و تعالی را نخوانید، زیرا غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ نفع و ضرری را مالک نیستند.
فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین، اگر این کار رو بکنی پس در آن صورت تا از جمله ستمگاران خواهی بود، یعنی از جمله مشرکین خواهی بود. زیرا این الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد به تو ضرری برساند، الله سبحانه و تعالی بخواهد برای تو مشکلی ایجاد بکند، مصیبتی بر تو که بر اساس عدالت الله سبحانه و تعالی این حق تو است و در این حکمتی نافته است برای تو ایجاد بکند، غیر از او کسی دیگری نمیتواند آن را از تو دور بکند. و این یرید که به خیر فلا راد لفضله، اگر که برای تو بخواهد خیری را برساند، هیچ کس نمیتواند مانع این خیر شود. یصیب به من یشاء من عباده، به هر کس از بندگانش بخواهد خیر یا شر میدهد. و هو الغفور الرحیم، و الله سبحانه و تعالی است که آمرزگار مهربان است. و کسانی که غیر از الله سبحانه و تعالی را بخوانند، کسانی که متاسفانه حتی در ایام حج میبینیم، در منا، در عرفات، در مزدلفه، در داخل بیت الله الحرام، به جایی که یا الله بگویند، به جایی که لبیک اللهم لبیک بگویند، به جایی که شعار این روزهای مبارکه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، این دعا رو بگن، یا فاطمه زهرا، یا حسن، یا حسین، یا علی، یا مهدی، حتی پرچم هایی که به دست میگیرن، در روی این پرچم ها ببینین یا فلان و یا علان نوشته است. آیا این بندگان خجالت نمیکشند؟ در خانه خدا هستی و غیر خدا را میخوانی، در کنار بیت الله الحرام هستی و به غیر الله سبحانه و تعالی چنگ زده ای، در رحاب الله سبحانه و تعالی قدم میزنی و دل به غیر الله بسته ای. آیا شرکی بدتر از این شرک وجود دارد؟ در آنجا ایستاده ای، در مقامی که رسول الله، صحابه، اهل بیت، همه مؤمنین در طول تاریخ شعار توحید و یکتاپرستی را سر دادن، در آنجا تو شعار شرک و خواستن غیر الله سبحانه و تعالی را سر می‌دهی. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له، کسی که غیر از الله سبحانه و تعالی معبود دیگری را بخواند هیچ دلیل و برهانی ندارد. همچنین می‌فرماید که هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین، الله زنده است، الله هست که همیشه زنده است. بندگان میمیرند، انک میت و انهم میتون، تو میمیری و آنها هم میمیرند، همه انسان ها میمیرند. تنها ذاتی که زنده است، همیشه میشنود. و هو السمیع بصیر، اللهی که شنواست، داناست، بیناست، در هر حالت، در هر جا، در هر گوشه‌ای که باشیم ما را میبیند، صدای ما را میشنود، به ما میگوید که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. ما این پروردگار مهربان را بگذاریم و دست به دامان کسانی شویم که برای خودشان هم مالک نفع و ضرری نیستند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد از آن الله سبحانه و تعالی است، پس با الله کسی دیگر را نخوانید. در مسجد الحرام، در بیت الله الحرام، در کنار خانه کعبه، در کنار خانه الله سبحانه و تعالی، در اونجا وایستادن و غیر الله سبحانه و تعالی را صدا میکنن، در حالی که همه ثنا و ستایش خاص برای الله سبحانه و تعالی است. از جمله دعایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میکردند در این روزهای مبارک این بود: اللهم انی اسألک بأننی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا، از تو میخواهم، از تو مسئلت دارم، از من بپذیر که گواهی میدم به این که اله و کارساز تویی، جز تو هیچ اله دیگری نیست، یکتا و بینیازی، آن که نه زاده
و نزاده شده است و او را هیچ مثل مانندی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اصحاب خودشان را به این اعمال امر می‌کردند که فقط از الله سبحانه و تعالی بخواهید. الله سبحانه و تعالی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را یک امت وسط قرار داده است، امتی که از افراد و تفرید باید دوری بکند. در سوره بقره آیه 143 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بدین سان شما را امتی معتدل و میانه رو آفریدیم تا اینکه بر مردم، یعنی بر امتهای سابق، گواه باشید و رسول بر شما گواه باشد. امت وسط یعنی امت میانه رو، امتی که از حق روی نمیگرداند، امتی که از حق پیروی می کند. میانه روی به معنی این نیست که ما از ثوابت و اصول دینمان بگذریم. میانه روی این نیست که ما هر کسی، هر کافری، هر زندیقی، هر مرتدی اگر که به ما حرفی بزند ما حرف او را قبول بکنیم. میانه روی این است که تابع قرآن و سنت باشیم. میانه روی این است که نه تکفیر بکنیم و نه در امور دین ما متساهل باشیم، نه به اندازه‌ای در کفر و در تکفیر مسلمانان غلو و افراط بکنیم که به سبب یک گناهی کسی رو تکفیر بکنیم، و نه به اندازه این که همه گناهان کبیره و صغیره را انجام بدهیم و هنوزم اسم خود را مسلمان بدانیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی در گرفتن سنگریزه ها امر می‌کردند که سنگریزه‌ای به اندازه نخود را بگیرید، سنگ بزرگ نگیرید که بزنید سر هم دیگر را بشکنید. این گرفتن این اندازه سنگ هم رسول الله صلی الله علیه و سلم دقت کردند و امت را با خبر ساختند. انسان نباید که افراط بکند، نباید که از حد بگذرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا ایها الناس ایاکم والغلو فی الدین، ای مردم از سختگیری و زیاده روی در دین بپرهیزید. فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، و کسانی که در پیش از شما بودند اینها کسایی بودند که به خاطر غلو و سختگیری در دین هلاک شدند. سختگیری و غلو کردن در دین انسان رو به سرحد کفر میرساند. مسیحیان از بس که حضرت عیسی علیه السلام رو دوست داشتن، به اندازه او را بزرگ کردند که گفتن پسر خداست، کافر شدند، از رحمت الله سبحانه و تعالی دور شدند، مستحق جهنم شدند. و یهودیان همچنین از بس که به عزیر اعتقاد داشتن و محبت داشتن گفتن پسر خداست، اینها هم کافر شدند و مستحق جهنم شدند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در مورد من مانند مسیحیان که در مورد عیسی ابن مریم غلو میکنن غلو نکنید. من بنده بیش نیستم و فرستاده الله سبحانه و تعالی هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از غلو و زیاده روی و افراط و سختگیری در دین منع کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند که بشروا ولا تنفروا، به مردم مژده بدهید و مردم را از دین متنفر نکنید. یسروا ولا تعسروا، سختگیر باشید، سهلگیر باشید، آسانگیر باشید بر مردم و سختگیر نباشید. اینها نمونه ای از وسطیت و اعتدال و میانه روی در دین است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را به اون امر کردند و ما را بر حذر داشتن از اینکه سختگیری بکنیم و غلو و افراط بکنیم در امور دین ما و حتی در همه امور، حتی در خرج کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن رو همیشه به صحابه تذکر میدادند. سوره فرقان آیه 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کسانی که وقتی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن. ولم یقتروا، ولی اینکه بخل میورزند. و کان بین ذلک قواما، و در بین هر دوی این چیکار بودن؟ در حالت اعتدال میانه رو هستند.
یعنی انسان نه به اندازه انفاق بکنه که هرچی مال و داراییش از خرج بکنه و خودش در فقر و بدبختی زندگی بکنه، و نه به اندازه مانند قطره چکان بده که لا یسمن ولا یغنی عن جوع. پس انسان باید در حالت اعتدال و وسطیت و میان روی در همه امور زندگی خودش باشد، چه در امور اقتصادی، چه در امور سیاسی، چه در جنگ، چه در صلح. در همه امور امتهای پیشین رو غلو و افراطشون نابود کرد. غلو و افراط و سختگیری انسان را به کفر میرساند. خوارج، همین فرقه‌های تکفیری، چطور شد که از درگاه الله سبحانه و تعالی رانده شدند و به عنوان خوارج و به عنوان سگ‌های جهنم مطرح شدند؟ فقط به خاطر سختگیریشان، به خاطر افراط بیش از حدشان در امور دین. در همه مسائل زندگیمون ما باید میان روی رو شعار خودمون قرار بدیم. این یکی از دروس بزرگی است که در حج داده می شود. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بنوشید، بخورید، ولکن اسراف نکنید. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه چیز، همونطوری که عرض کردم، حتی در سخن گفتن، حتی در راه رفتن، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، در رفتارت، در حرکت کردنت، در قدم زدنت میان روی کن و همچنین صدایت را پایین بیاور. اینها نمونه میان روی در همه مسائل زندگی است که یکی از درس‌های بزرگ حج برای ماست. درس عدم افراط و عدم تفرید، درس اعتدال، درس میان روی، که امیدواریم الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان این توفیق را عنایت بکنه که بندگان معتدل و میان رو و تابع قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.